موقعی که افتادم پاهام متلاشی شد هیچ وقت یادم نمیره. تو بیمارستان بودم، جفت پاهام آتل، خب دستم تو گچ. بعد بردنم ازم عکس برداری کردن آوردنم. از من عکس برداری کردن آوردنم. جواب عکس‌ها رو خواهر شوهرم بلند شد رفت گرفت. یه از این عکسای سیاه‌سفید دستش بود. و همچون اومده بود بالا سرم خشکش زده بود، نگاه میکرد و زار زار اشک میریخت و گریه میکرد. گفتم چی شده؟ یاسین باشه. گفتم چی شده؟ به منم بگین. گفت چی شده؟ فرنگ. گفت الهی بمیرم برات. همینجوری. گفت الهی بمیرم برات خواهر شوهرم. گفت دکتر گفته هرگز دیگه رو پاش نمیتونه وایسه. به قدری پاش متلاشی شده مثل یه کیسه پر از خرده استخونه که اگه بازش کنیم میریزه بیرون. گفت پاش متلاشی شده جفت پاهاش به بدترین شکل ممکن. گفت دیگه هرگز نمیتونه رو جفت پاهاش وایسه. تنها جای یک هفته فکر کنم یک هفته تو بیمارستان بودم، اون یک هفته فقط چشم به سقف اتاق بود، حتی نمیتونستم از پنجره بیرون رو نگاه کنم. تا بر اثر یه اتفاق و این چیزا اومدن منو بیمارستان رضایت شخصی دادن بردن. بقیه‌شو بگو. آروم آروم رو زانوهام راه رفتم، از روی زانوهام شروع کردم. خب از روی زانوهام شروع کردم به راه رفتن. بعد 6 ماه، تو ماه ششم بود، ماه سوم بود یا ششم بود دقیقاً نمیدونم، بلند شدم روی 2 تا پام ایستادم. ولی با چه بدبختی بلند شدم، دستم تکیه به این ور اونور. شبا اینجا از اینجای دستم یه میله زده بود بیرون که از دردش داشتم میمردم، نمیتونستم از دردش بخوابم. و فکر کن هیچ امیدی نداشتم به اینکه یک روزی قرار منم مثل بقیه آدما راه برم. هیچ امیدی نداشتم. بلند شدم رو پاهام ایستادم، همونجوری پاهام میلرزید، دستام نمیتونستم حرکتش بدم، فقط تونستم بیستم، اینجوری میلرزیدم. عکسمو برای که بچه‌ها فرستادم، گفت ماه سوم گفت معجزه شده که خب یه نفر من بالا سرم دستام میگرفت چی درمانی میکنه، این حلقه عرفان با من درمان کار میکنه. خب با من درمان کار میکرد این چیزا. حالا من انرژی این چیزا میگفت من انرژی درمانی میکنم این حرفا. نه سرم درد. وقتی رو پام وایسادم گفت همین که رو پات وایسادی بهت قول میدم تو تا 6 ماه دیگه راه میری. اله قربونت برم باران. من ماه تقریبا نمیدونم چندم، پنجم بود ششم بود، تونستم 3 قدم راه برم ولی ناامید نشدم، تلاش کردم برای ایستادن. به جایی که رسیدم سر 1 سال با عصا و واکر راه میرفتم. روزی که از ایران من فرار کردم نمیتونستم رو پاهام وایسم. به جوری شده بود که فرزاد یه ماشین خرید، با ماشین میرفتیم، منو میبرد مسافرت، من تو همون صندلی ماشین دستشویی میکردم و فقط پنجره میتونستم بیرون نگاه کنم بدون که بیام بیرون قدم بزنم لب ساحل یا جایی.